تماشابینان گرامی، صحبتی که ما امروز با شما برگزار میکنیم ارتباط دارد یا بخشیده شده است به آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی که یک آزمون تازه است برای حیات فرهنگی جمهوری ما، لیکن آزمونی است که برای مردم ما، برای ملت ما، برای تاریخ ما یک سنت ریشه‌داری است و این ابتکار کوشش خواهش احیای همین سنت بسیار قدیمه و سنت بسیار برجسته زندگی عرفی و معنوی ملت تاجیک است. در صحبت ما شخصیت های نمایان فرهنگی و علمی شرکت دارند. قبل از شروع کردن به صحبت پیرامون این آزمون جمهوریوی یک نوار آماده شده است که یک جای تماشا میکنیم، بعد صحبتمان ادامه میکند. آزمون فروغ صبح دانایی تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2019 با مناسبت سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. آزمون با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویت حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن بر ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، بازگردانیدن ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی و فعالگردانی دایره زباندانی میان قشرهای مختلف جامعه از جمله خوانندگان و دانشجویان همه زینه‌های تحصیلات، اینچنین ماگیسترها، اسپیرانت‌ها، دکترانت‌ها و شهروندان کشور دایر می‌گردد. جامعه تاجیکستان شروع از سالهای 90 تا به امروز مرحله‌های بسیار شیب فراز زندگی را از سر گذراند. واقعه‌های بسیار گوناگون شد و این البته با تفکر و اخلاق جامعه به تاثیر نمیماند و در همه حالت من گمان میکنم که کتاب یک نوع سپری معنوی بود برای انسان، برای اون انسانی که باید اصالت خودش گم نکند. سرچشمه‌ای که همین حالت برای انسان ها فراهم می‌آورد، چه انسان خرد باشد چه بزرگ، این البته رو آوردن به کتاب است. و از همون دوران قدیم پیران ادبیات ما خاصه استاد رودکی گفته است که دانش اندر دل چراغ روشن است، یا اینکه هیچ گنج بهتر از فرهنگ نیست. همه همینا اشاره به آن است که همه همین سرچشمه ها در کتاب هستند و انسان تنها توسط مطالعه به کتاب، توسط به سرچشمه های معنوی، تاریخ، خب اصالت ملی، حالت انسانی خود را نگاه می‌دارد و پیش می‌رود، رشد می‌کند و در همه حالت ها همین است. و اون چیزی که در این مراجعاتی که در این تشبوس نوی پرزیدنت محترم مملکت، اساسگزار صلح و وحدت به میان آمد، برای جامعه ما ضرور بود، سری وقتی بود، زیرا در همین مدت ما حالت های گوناگون دیدیم. مثلا این جهانی شوی بسیار آشتی ناپذیر در تمام دنیا می رود، از جمله در تاجیکستان ما هم. از قدیم مثلا پیران خیرتمند ما این خیل یک شعار داشتن که دهقان باشی شدگار کن، عالم باشی تکرار کن. عالم باشی تکرار کن. این دعوت به همون سواد است، به دانش است، به آموزش است. و اگر کمک ما باز به دوره کمک اون طرفتر برگردیم، در دوران همون مبارزه های شدیدی شوروی، در دوره مثلا حمایه فرهنگ، شخصیت های فرهنگی، از خود کردن فرهنگی، تنها توسط دانش و خوانش، دانش مستحکم، پیران ادبیات ما، علم ما، سیاست ما توانستند که اصالت ملی ما را در همون زمان حمایه کرده بودند به نام همین ملت، به نام جمهوری تاجیکستان، به نام ملت تاجیک. این مثلا آغاز می‌یابد از همون انشای نمونه ادبیات تاجیک استاد صدرالدین عینی، اون کارهایی که عالمان ما در اون دوره کردن، تالیف کتاب تاجیکانی علامه باباجان غفورов. ببینید یک دوره‌ای که و در دوره‌های دیگر، مثلا در دوره‌هایی که جشن‌های شخصیت‌های بسیار معروف فرهنگی بودند، اونا مجهز بودن با دانش و با همه چیزایی که با دل پر از منبر بلند مثلا در ششک روی زمین گفتن که نه، این آثار ملی ما است، این شخصیت، این فرزندی مثلا ملت تاجیک است. همه این
тавассути анамун донишу китоб шуд. Ва имрӯз ҳам ҳамун чиз аст. имрӯз мо фарз кунем соҳиби қаср ҳастем, соҳиби сармоя ҳастем, соҳиби ин он ҳастем, вале танҳо маърифат масалан шиносномаи миллати тоҷик шуда метавонад, чуноне ки дар ин ҷо арз кардан, миллати мо миллати китоб аст. ин қадар таърихи қадима дорад, таърихи то даврони исломӣ, баъди исломӣ, бо давронҳои дигар, ҳама ина маҳз тавассути мутолиат, андӯхтани дониш, пажӯҳиш, масалан эҷод ҳимоя карда метавонем, мо идома дода метавонем, як на пайванди гузаштаро ба имрӯз муҳайё карда метавонем барои наслҳои оянда. аз ин рӯ ин озмуне ки дар тӯли сол идома меёбад ва барои азбар кардани шеър, ривоят, ҳатто адабиёти шифоҳӣ, масалан адабиёти бачагона, тарҷума ва адабиёти ҷаҳон, як инсон, як хонанда ин тафовут надорад, танҳо барои ҷавонон нест, барои ҳар синни сол аст. ҳам мутолиа мекунад, ҳам дониш азбар мекунад барои худаш, бо вай арзгузорӣ мешавад. масалан ҷои аввал мегирад, дуюм мегирад, сеюм мегирад. ин як падидаи бисёр аҷиб аст дар замони муосир. ман гумон мекунам ки ина тамоми ҷомеаи Тоҷикистон гарм истиқбол мекунад ва аз ин фақат баҳра мебаранд. ҳарчанд ки мутолиаи китоб ба як солу ду солу як аср ду аср нест, ин чизи хунии мо аст, пайванди ҷонии мо аст ва бояд пайваста идома ёбад. даъват намоем ки фаъолтарин ширкатро дар ин тарҳи маънавӣ, дар ин барномаи маънавӣ дошта бошанд, чунки дар ин сабқат касе ки ба бохт рӯбарӯ шавад нест, яъне ҳама баранда ҳастанд. ман инро пештар навишта будам ки сабқате ки дар он ҳама барандаанд. чӣ тавр? яъне шумо ки ҳатман ҷоизаҳо он қадар фаровон пешбинӣ шудаанд ки ба ҳар касе ки андак кӯшиш кунад ҷоизае мерасад муносиб, вале билфарзе агар ба ин ҷоизаҳо ҳам даст наёбад, бузургтарин ҷоиза барои ӯ он китобҳое ҳастанд ки аз онҳо воқиф шудааст, огоҳ шудааст. ҳакими бузурги юнонӣ арасту мегӯяд ки ҳеҷ муомилае, ҳеҷ тиҷорате судмандтар аз мутолиа нест, зеро муҳимтарин сармояро ки маънавият ва дониш аст, дар ин муомила ба даст меоред дар баҳои чизе ки он чизро агар бихоҳед ё нахоҳед ҳар оина аз дасти шумо хоҳад рафт, ки вақт аст. вақтро ба таври дигар захира карда намешавад. вақтро фақат арзиши асосии вақт, қимати асосии вақт ки ба он меарзад, ана ҳамин дониш аст, мутолиа аст, китоб аст. инҷо ёдовар шуданд аз устод абу абдулло рӯдакӣ, устоди азизи мо абдулҳамид самад. бале, он вақте ки устод рӯдакӣ мегӯяд ки биравзи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир ки баҳри дафъи ҳаводис туро ба кор ояд, таҷрибаи рӯзгор дар куҷост? дар ҳамин китобҳо ҷамъ шудааст. ё ин ки ҳар ки номохт аз гузашти рӯзгор, ҳеҷ номӯзад зи ҳеҷ омӯзгор. гузашти рӯзгор ҳам дар ҳамин китобҳо сабт шудааст ва ҳар як миллат ба масобаи як башари воҳид аст, як саргузашт дорад, як сарнавишт дорад ва тамоми наслҳое ки аз ин миллат ба сар мебаранд, умри худро ба воситаи китобҳо ба умри пешиниён, ба умри наслҳои баъдӣ мепайванданд ва як зиндагии умумӣ муштарак ба вуҷуд меояд ки он пур аз таҷриба, пур аз ҳикмат, пур аз дониш аст ки ин кор фақат ва фақат ба воситаи китоб муяссар мешавад. ва он тавре ки иқбол мегӯяд, қавм равшан аз саводи саргузашт, худшинос омад зиёди саргузашт. саргузашти худ гар аз ёдаш равад, боз андар нестӣ гум мешавад. чист таърих эзи худ бегонае, достоне, қиссае, афсонае, ин туро аз хештан огаҳ кунад, ошнои кору марди раҳ кунад, ҳамчу ханҷар бар фасонат мезанад,
باز بر روی جهانت میزند. یعنی این تازه کردن اون اندیشه ها است. حکیم بزرگ روس لیو نیکولایویچ تولستوی میگوید که بعضی از جوانان میگویند که من میخواهم همه چیز رو خودم تجربه کنم و از تجربه دیگران کار نگیرم. بسیار اشتباه بزرگ میکنند. میگوید چرا وقتی گران ارزش خود را صرف چیزی کنید که دیگران با آن رسیدند، اون چی دیگران دریافتند آن را از آنها بگیرید و وقت خود را برای چیزی تازه، برای کشفیات تازه، برای مطالعات تازه صرف کنید. بنابراین این سبقت یک چیز عادی نیست، یک چیزی هست که ما رو شاید که به یک پایه نوی معنوی انتقال میدهد و خودی این کار که کار مشترک و سرجمعی هست خودش هویت ساز است، خودش یک ایده باز به نوبت خود ایده ساز است، آرمان ساز است که ما رو با آرمان های معنوی روبرو میکند و این رو ارزش این رو باید واقعا شناخت و از این کمال استفاده رو با وجود آورد. در طول دوران صاحب استقلالی حکومت جمهوری تاجیکستان معرفتناک نمودن جامعه را یک سمت اساسی کار خود قرار دادند. برگزاری آزمون نوبتی یعنی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی این هم یک اقدام نو تازه است و مقصد برگزاری این آزمون بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، همزمان پیدا کردن چهره‌های نوی سخندان و سخنور، انکشاف قابلیت ایجادی و ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی، تحکیم احساس وطن دوستی، خودشناسی و خودآگاهی می باشد. و خود جناب عالی همیشه میگویند که اون ملتی که با معرفت هست سعادت آینده آن پایدار میماند و سعادت جاودانه آن ملت تامین می باشد. همه این از کتاب البته سرچشمه می گیرد. در برابر مثلا نطق و گفتگو که این واسطه معاشرت هست، کتاب و نوشتجات هم این یک نوع واسطه معاشرت می باشد. گفتگو یک واسطه معاشرت است که یک لحظوی است و با شنیدن در ذهنیت شنونده اون چیز نقش میموند، ولی با مرور زمان اون زدوده می شود، ضعیف می شود، مثلا کاسته می گردد. ولی اون چیزی که در کتاب نوشته شده است اون چیز 100 ساله ها، 1000 ساله ها باقی میموند. عموما مطالعه کتاب برای هر نفر این منفعت دارد. انسانی که عاقل و دانشمند هست از مطالعه کتاب یک بزرگ شاید با یک انقلابی چی میگن ایجادی فکری دچار شود. مثلا حاضر شما لیو تولستوی را گفتید استاد. واقعا لیو تولستوی باز میگوید که مبدأ ایجادیات من این همه اثرهای هومر هست و یا شاید مثلا خود صدرالدین عینی در یادداشت‌ها همین نکته را ذکر می‌کنند که با همه بزرگی، با همه حشمت او قائل است که بعضی مسئله هایی که او با چشم خود میدید و برای اصلاح آن یک چاره نمیدید، تنها بعد از مطالعه نوادر الوقایع احمدی دانش یعنی این چیزها برای او روشن گردیدند. یعنی این گونه مثال ها رو خیلی زیاد گفتم ممکن است و تنها توسط همین کتاب استاد واقعا که ما از زبان رودکی شعر میگوییم، یعنی توسط همین کتاب است که با رازهای ابن سینا یعنی از فلسفه ابن سینا شناس میشویم، یا مثلا توسط مولوی به دنیای معانی عرفان وارد میگردیم. و این آزمون البته خیلی سری وقتی و مهم است و خدا کند که نتیجه های سود بخش به بار آورد و همه ما کتابخوان و کتابدان باشیم و منزلت این چیز را از خود نماییم. در حقیقت سبقتی که اینجا در اطرافش صحبت داریم در حیات امروزه ما حادثه مهمی است. هرچند که مردم ما تاجیکان اهل کتاب هستند، خیلی اهل مطالعه هستند، خیلی استادان و شخصانی را میدانیم که دایره مطالعه بسیار گسترده و وسیع هم دارند، لیکن امروز ضرورت های پیش آمده است که همین سنت
عمری دوباره خود را آغاز نهد. واقعا این سبقت یک مرحله جدید را در این سمت باز میکند، راه را هموار میکند، چرا که اون سیلاب بزرگ اطلاعات و فعالیت تمام مرجع های اطلاعاتی که فعال شده است، نه فقط اطلاعاتی بلکه مرجع ها و سرچشمه هایی که هدف های دارند برای از ارزش های ملی خودی بیرون آوردن انسان ها و جامعه ها و تابع کردن به هدف های بنام جهانی گلوبالی. این هم خیلی فعال است که در برابر این، چنان که استاد فرمودند، همیشه مردم ما سپری داشتند از معنویتی که از کتاب به شخصیت به وجودشان وارد شده است و آنها را از همه خطرهایی که به بنیاد ملی یا به هویت ملی هر شخص و جامعه تهدید میکند مسئول نگاه میدارد، حفظ میکند. و امروز هم که این وسیله های بسیار مؤثری پخش اخبار، پخش متنها، پخش عقیده ها در جهان بی‌نظیر است، بنابر همین اون سنت گذشتگان ما که امروز احیا می شود، همین کتاب، مطالعه آثار ملی و آثاری که در جهان امروز از جمله آثار مهم، آثار معنویت و آدمیت شناخته شده است، خیلی مهم است. بغیر از آثار علمی که برای رشد ذهنیات جامعه و جوانان امروزه ما فوق‌العاده مهم است. در همین راه‌هایی که جهان امروز این گونه خطرها، مشکلات را پیش آورده است، این سبقت واقعا یک وسیله، یک پدیده مهم و مؤثر می شود برای پیشگیری از این واقعیتی که امروز ما هستیم در جهان، در بند اون واقعیت هستیم تا جایی که بدامش هم شاید که جوانان و دیگر شهروندان هم گرفتار شدند. یعنی این سبقت ادامه اون سیاستی است که رهبریت عالی کشور ما از آغاز پیگیری میکنند. دوره به دوره ما شخصیت های بزرگ را به حیات امروزه امان وارد کردیم، فلک و شش مقام را وارد کردیم، نوروز را نه فقط به هر خاندان بلکه به قلب هر نفر تاجیک و به قلب جهان جا دادیم. خب و تنظیم رسم و آیین که ما بازگشتیم به سنت های ملی خودمان، اونا یک افشاندیم و اون چیزهایی که بیگانه بود و از خرافات بیرون می آمد، اون چیزها تازه شدند، بیرون شدند و دیگر ابتکاراتی که در این راه انجام شد برای خودآگاهی تاریخی ما، خودشناسی معنوی ما، در مجموع امروز حافظه تاریخی جامعه امروزه ما که اصلی اونم کتاب است، اصلی اونم در کتاب ها به یادگار مانده است، اون حکمت و تجربه که گذشتگان ما اندوخته بودند در زندگی دوره استقلال ما که عنقریب 30 سال می شود، واقعا یک محیط و فضای بسیار مساعد را فراهم آورده است و این ابتکاری که امروز ما درباره‌اش گفتگو میکنیم، صحبت میکنیم، در واقع هم بازگشت به یکی از رکنهای اصلی هویت ساز ملی ما است، هم برای جوانان امروزه یک فضای یا میدان یا صحنه بسیار عجیبی را باز میکند که مثلا ما در جوانی این گونه امکانها را هیچ نداشتیم و هرچند که مطالعه داشتیم، مطالعه بسیار داشتیم، لیکن این گونه ابتکارات های عمومی ملی، ارزگذاری برای مطالعه، قدرشناسی از مطالعه و این گونه هدایت برای مطالعه به خاطر رسیدن به آرمان های ملی، این گونه ابتکارات بار اول در جمهوری ما جریان دارد. ما به همه اون جوانان و همه کودکان و جوانان و میان سالان و بزرگ سالان موفقیت آرزو میکنیم و امید داریم که
اون کتاب هایی که هم نویسندگان ما دیروز و امروز تالیف کردند و هم گذشتگان و هم خلق های دیگر، کشورهای دیگر، ادبیات جهان، آثار علمی جهان که در حیات ما، در وجود ما به نوع حضور دارد، یک حضور منظم، مقصدناک و هدفناکی را در زندگی ما باز پیدا میکند و گسترده تر می شود. بله، ما باید بعضی نارسایی یا کمبودی های خودمون اعتراف کنیم. باید اینا گوییم و جامعه ما اینا داند، پدر و مادرای ما اینا داند، باید استادای ما اینکه در کدام ساحه و سطح باشد باید یک سر اندیشه بیاد که چرا این به میان آمد. گپ سر این است که ما باز میگویم در مدت دوران استقلال به بسیار چیزها رسیدیم ولی بعضی چیزهایی هست که تشویش آور هستند. مثلا مسئله سواد بین جامعه جوانای ما، سواد در بین اهل علم و هم میتوان گفت که اهل ادبی ما، سواد اونایی که با قلم و کاغذ سر و کار دارن، اونایی که با تعلیم و تربیت سر و کار دارن، اونایی که با تحقیق سر و کار دارن. این در اون گفتگویی که درس شده بود از جانب جناب عالی این چیزها اشاره شدن و باید این یک هشدار هم هست، هم شدن میدان است، یک فضای چی است برای مثلا از سوادناک شدن، شایسته این ملت، شایسته این تاریخ، این فرهنگ، این ادبیاتی که عالمی است، این زبانی که شهدرز است، شایسته این مثلا باید سواد داشت. مثلا یک دانشجوی ما دانشجو که شدی باید آموزی، خود مطالعه کنی، در راه علم و تحقیق که رفتی باید زگهواره تا گور دانش بجوی. گفته است این همین است که این با یک گرفتن یک دیپلم یا که یک عنوان یا اینکه یک چیز این جان نمیرد. باید ما نسل به نسل مثلا سواد به یادگار گذاریم. این آموزش زحمت است، زحمت کار آسان نیست. اینا هم تو بزیمه گرفتن نمی شود. یک انسان یک برای صاحب معرفت شدن خودش باید خودش مجبور کند، باید از محیط، از اطراف، از استادا، از دیگران. یک آموزگار که فرض کنیم از روی تعلیم و تدریس نان میخورد، فرزنداش نان میتید، باید کوشش کند که شاگردای او به سواد برایند و امروز خوشبختانه چنین یک آزمون با میان آمد که این آغاز مییابد از دهات، از ناحیه ها، از ولایت ها، از شهرک ها و جنبش میشود در پایتخت. یعنی که این یک آزمونی هست که برای همه 30 سال است، در همونجا تاکید شده است و برای همه نسل های مثلا سین خردی مکتبی است، نورسا هست، جوان ها هست، دانشجوها هست، همه اونا باید از این آزمون بهره بردارن به منفیت دانش خودشون، فهمش خودشون، با منفیت در مجموع با معرفت ملی ما، رشد کمالات شخصیت خود انسان ها. خود انسان باید صاحب معرفت باشد که سزاوار نام ملت مثلا تاجیک که گذشته های بسیار پر افتخار دارد. از استاد رودکی، حکیم فردوسی، شیخ الرئیس، اینا گیره تا احمد دانش و تا استاد عینی ما خودمون فرض کردیم فرزندان همون ملت حساب میکنیم. یعنی که سزاوار همون دانش و فهمیش و سواد داشتن در کار. این فروغ صبح دانایی برای همین پیشنهاد شده است. بله، بسیار تاکیدهای به مورد بود. در حقیقت امروز ما بسیار وقت روبرو میشویم با مسئله هایی که مثلا افتخارات ملی ما از طرف بعضی دایره ها دیده نمی شود یا نادیده گرفته می شود و در این مورد ملالت و نارضایی در بین اقشار جامعه ما، حتی جوانانی که خیلی زیاد با اطلاع و چیز خوش ندارن، این نارضایی احساس می شود که مثلا حق ما رو در فلان مسئله نشناختن، در فلان مسئله نشناختن، قیمتی فرهنگ ما رو نمیدونن. همه این یک راه، یک واسطه جبران دارد. این گنج ها باید که فعال باشند و راه فعال کردن این سرمایه های بزرگ معنوی همین عامل شدن با آنها هست. آنها رو فرا گرفتن، همون به تعبیر ساده و دلرسی
استاد لایق شیرالی اگر رجوع کنیم که میگوید تا چند برفتگان خود مینازی با رودکی و به سعدی شیرازی وقت از سر منبر آزادی سخن سینای دیگر حافظ دیگر سازی یا سعدی دیگر سازی. واقعا امروز ما اون عظمت معنوی و فرهنگی تاریخی خودمان رو با واسطه دیگری در جهان ثابت کرده و تحقق بخشیده و حفظ کرده نمیتوانیم جز اون که این سرمایه ها رو در وجود خود داشته باشیم. یعنی ما اگر واقعا زادگان ابو علی ابن سینا وارثان ابو علی ابن سینا هستیم باید که از آثار او بهتر از همه دیگران واقف باشیم. اگر واقعا فردوسی از ماست ما باید که شاهنامه رو بهتر و بیشتر از همه دیگران دونیم. یا مولوی رو نگاه کنید. البته این خوب است که مولوی رو برای ما مثلا برای ما و تمام فارسی زبانان تاجیک زبانان یک عالم دانشمند انگلیس نیکلسون که خودش رو در این راه عمرش رو قربان کرده بود تهیه کرد و نشر انتقادی آن رو ما به دست نیکلسون داریم. ولی با این باید قانع نباشیم. ما باید نشری انتقادی تازه و دقیقتری مولانا رو داشته باشیم. نشر انتقادی و تازه تری شاهنامه رو داشته باشیم. تمام آثار بزرگ خودمان رو و در عین حال خیلی خوب است که در این طرحی که از طرف مقامات عالی کشور بسیار دوربینانه پیشنهاد شده است یک بخش مخصوص به ادبیات جهان هم است. چه خوب است که اگر مثلا در ما مردمی باشند جوانانی باشند خصوصا که این سرچشمه ها رو به زبان های اصل هم مطالعه کنند، مثلا به زبان آلمانی به زبان انگلیسی و مضمون اون رو بتواند که به زبان خودمان شرح بدهد تفسیر بدهد. در عین حال واقعا خزینه بزرگی زبان است این سرمایه که در ما هست. امروز اگر یکی از مشکلات بزرگی ما انا همین ناهمواری ها در استفاده از زبان مادری خودمان بزرگترین و مهمترین سرمایه ملی خودمان باشد، راه اصلاحش تنها مطالعه کتاب های بزرگان گذشته است و یک خوشبختی و یک غنیمت بزرگ است که زبان امروز ما دقیقاً و تقریباً همون زبان عصر 10-12 اساساً ستون مهره‌اش همون است. یعنی مثل زبان‌های دیگر ملت‌های دنیا آنقدر تغییر نکرده است که ما زبان ادبیاتی مثلا 100 سال پیشمون رو 200 سال پیشمون رو حتی 1000 سال پیشمون رو با شرح و ترجمه خونیم. مثلا رودکی رو کی میخواد شرح و ترجمه کند؟ کودکای ما بچهای ما اذیت میکنند و به خوبی میفهمند که منظوری رودکی چیست. شاهنامه فردوسی رو همچنین بچه ها داستان اذیت میکنند بدون یگان رنج و مشکل و آسانی، چون که در خون است در وجود هست. کتاب های بزرگان ادبی ما گنجینه و دردانه کتابخانه های جهان رو در لندن، در امریکا، در قاره هندوستان، در چین، در تمام دنیا تشکیل میدهند. گران ارزشترین دردانه های ادب بشری رو تشکیل میدهند که از نظر مادی هم قیمت آنها مثلا مثل نقاشی های رمبرند یا وان گوگ یا دیگران کمتر نیست. نمایندگان ملت های دیگر برای فردوسی رو در اصل خواندن، رودکی رو در اصل خواندن، خیام رو در اصل خواندن، تنها به همین خاطر سالها زبان ما رو می آموزند تا که آنها رو در اصل خوانند. و چی نعمت بزرگ است که ما بدون این مشکل و بدون این مانع می توانیم با آنها با زبان خودشان گفتگو کنیم. از این نعمت بزرگ باید استفاده کرد. پیش از همه جوانان که ذهنیتی خیلی دراکتر و زمان بیشتر دارند، سرمایه وقت دارند در اختیارشان،
باید به این کار خود را هرچی بیشتر مشغول دارند و طوری که من گفتم در هر حال برنده هستند و قدر این رو دانند و از این فرصت طلایی هرچی بیشتر استفاده کنند. به گمان من این صحبتی که ما امروز داشتیم چند جنبه مسئله را فرا گرفت. هم جنبه های بسیار مثبتی که ما در زمینه مطالعه داریم، هم نگرانی های داریم از جامعه، از جوانان و هم از اون که کتاب در دهات تاجیکستان تا کجا دسترسی مردم است. یعنی یک نوع پهلوهایی که این سبقت برای فعال شدن آن مساعدت میکند، برای وارد شدن کتاب به زندگی تمام جامعه تاجیکستان در همه نقطه های کشور ما یک انگیزه بسیار خوب و جدی می شود و در مجموع این سبقت که حالا با صحبت های دیگر هم می شوند همه بر آن امید هستیم و واقعا اون رسالت اصلی خودش را که هم از جانب پیشوای ملت ما صدا داده بود، هم در شرط های آزمون در آغازش ذکر شده است، برای تکمیل معرفت جامعه، برای تکمیل و ثروت افزایی ذهنیات جامعه ما و برای افزودن سرمایه های فرهنگی و معنوی جوانان کشور ما تاثیر عمیق باقی میگذارد. در اینجا این یک صحبت مختصری ما به پایان میرسد. در پایان این صحبت مناسب میدانیم که شما با هم شرط های آزمون و هم با جایزه هایی که شما را انتظار است بار دیگر آشنا بشوید. ҷоизаҳои озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ. озмун аз рӯи номинатсияҳои зерин гузаронида мешавад: номинатсияи аз ёд кардану хондани осори адибони классикии тоҷик, номинатсияи аз ёд кардану хондани осори адибони муосири тоҷик, номинатсияи аз ёд кардану хондани ашъори бачагона ва афсонаву ривоятҳои халқи тоҷик, номинатсияи аз ёд кардану хондани осори адабиёти ҷаҳон. ҷоизаҳои зерин барои ғолибони озмун муқаррар карда шудааст. номинатсияи аз ёд кардану хондани осори адибони классикии тоҷик. ҷои якум 30,000 сомонӣ ба унвони барандаи ҷоиза, ҷои дуюм 25,000 сомонӣ ба унвони барандаи ҷоиза ва ҷои сеюм 20,000 сомонӣ ба унвони барандаи ҷоиза. номинатсияи аз ёд кардану хондани осори адибони муосири тоҷик. ҷои якум 30,000 сомонӣ ба унвони барандаи ҷоиза, ҷои дуюм 20,000 сомонӣ ба унвони барандаи ҷоиза, ҷои сеюм 15,000 сомонӣ ба унвони барандаи ҷоиза. номинатсияи аз ёд кардану хондани ашъори бачагона ва афсонаву ривоятҳои халқи тоҷик. ҷои якум 25,000 сомонӣ ба унвони барандаи ҷоиза, ҷои дуюм 17,000 сомонӣ ба унвони барандаи ҷоиза, ҷои сеюм 13,000 сомонӣ ба унвони барандаи ҷоиза. номинатсияи аз ёд кардану хондани осори адабиёти ҷаҳон. ҷои якум 30,000 сомонӣ ба унвони барандаи ҷоиза, ҷои дуюм 20,000 сомонӣ ба унвони барандаи ҷоиза ва ҷои сеюм 15,000 сомонӣ ба унвони барандаи ҷоиза. шоҳҷоиза. шоҳҷоизаи озмун 50,000 сомонӣ мебошад. шоҳҷоиза ба довталабе дода мешавад, ки аз миқдори 4 номинатсия беш аз 70% осори назмию насриро мутолиа ва ҳифз намудааст. шарҳ: довталабоне ки аз ҳар як номинатсия осор мутолиа мекунанд ва ашъореро аз бар менамоянд, ҳакамон метавонанд иловатан ба ҳунару истеъдоди онҳо қолгузорӣ намоянд. он бояд ҳатман дар суратҷаласа миқдор ва теъдоди онҳо қайд гардад ва имзои раис ва аъзои ҳакамон дар он гузошта шавад. барои довталаб маҳдудият мондан шарт нест. ҳакамон дар мувофиқа ба комиссияи озмун метавонанд барои иваз кардани бандҳои алоҳидаи номинатсия пешниҳод манзур намоянд. комиссия пешниҳодҳои ҳайати ҳакамонро баррасӣ карда дар асоси овоздиҳии кушода онҳоро дастгирӣ ва ё рад менамояд. эзоҳ: маблағи умумӣ барои мукофот 310,000 сомонӣ аст. тамоми иштирокчиёни даври ниҳоӣ бо дипломи иштирокии озмун сарфароз карда мешаванд. بینندگان گرامی، شما با شرط های آزمون، با جایزه هایی که برای شما پیش بینی شده است آشنا شدید. ما در صحبت های آینده در این جریان مطالعه ها حتما
باز با هم روبرو میشویم. صحبت ها و جلسه های بسیار خوبی دیگر هم در حاشیه این مطالعه ها، هم در استودیوی تلویزیون، هم در اداره های فرهنگی، علمی و ادبی کشور برگزار می شوند. ما به همه شما برار موفقیت آرزو میکنیم و چنانه که شیخ سعدی گفتند به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.